الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين اما بعد. دوستان گرامی، امروز میخواهیم چند آیات یا چند احادیث در مورد جنت و اهل جنت بگوییم. اولین جای یا که اولین موضعی که در آن انسان جنتی یا اینکه انسان دوزخی جای خود را میبیند این قبر است. در حیات برزخ وقتی که انسان زیر خاک می رود جای آن را نشان میدهند که آیا جنتی است یا اینکه دوزخی است. از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: اذا مات الرجل عرض عليه مقعته بالغداة والعشی. وقتی که انسان یک مرد از دنیا میگذرد وفات میکند جای جایی که در آن هست در جنت یا که در دوزخ سحر و بیگاه نشان داده می شود. ان کان من اهل الجنة فالجنة. اگر از اهل جنت باشد جنت را برای آن نشان میدهند و اگر از اهل جهنم باشد و ان کان من اهل النار فالنار. اگر از اهل جهنم باشد آن جایی که در جهنم باید باشد آن را برای آن نشان میدهند. قال ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. برای آن گفته می شود که این همان جای است که روز قیامت در آن می باشید. روز قیامت بعد از اینکه بعث می شوید دوباره زنده می شوید جای شما همین جا است. و خوشخبری هست که مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این امت داده است که بیشتر اهل جنت از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: اهل الجنة 20 و 100 صف. اهل جنت 120 صف هستند، 120 قطار هستند. 80 منها من هذه الامه. 80 صف آن از این امت است. و 40 من سائر الامم. و 40 صف آن از دیگر امت ها است. یعنی که بیشتر اهل جنت از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشند. و آیات یا احادیثی که در مورد جنت و چگونگی آن و نعمت هایی که برای انسان های پرهیزگار آماده شده است خیلی زیاد است که بعضی آنها را برای شما میخوانیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در یک حدیث صحیح: ان فی الجنة جنتین من فضة آنیتهما و ما فیهما. میگوید در جنت دو جنت است که از نقره است. همه چیزی که در آن هست نقرگین است و به خصوص ذکر میکند چیزهایی که ظرفهایی که در آن خوراک میخورند آن را ذکر میکند که ظرفهای آن و هر چیزی که در آن دو جنت هست نقرگین است. و جنتین من ذهب آنیتهما و ما فیهما. و دو جنت دیگری است که همه چیزی که در آن می باشد از طلا است. ظرفهای خوراک خوردن یا هر چیزی که در جنت است از طلا است. و ما بین القوم و بین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بین این جنتیان و بین آنی که بر روی الله سبحانه و تعالی نگاه کنند هیچ چیزی وجود ندارد مگر یک پرده کبریا در جنت عدن. یعنی که اگر همون پرده گرفته شود آنها الله سبحانه و تعالی را میبینند. یعنی اینقدر نزدیک هستند به الله سبحانه و تعالی. این دو جنتی که ذکر کرد
این برای متقیان، پرهیزگاران، برای کسانی هستند که به الله سبحانه و تعالی خیلی مقرب هستند. از این لحاظ میگوید که بین این دو جنت و بین الله سبحانه و تعالی تنها یک پرده است که آن هم به خواست الله سبحانه و تعالی برداشته می شود و مؤمنین الله سبحانه و تعالی را می بینند، زیرا آیت های زیادی در این مورد آمده است که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره للذین احسنوا الحسن و زیاده. برای کسانی که نیکی کرده اند جنت است، پاداش جنت است و همچنان بغیر از این باز زیادتی، نعمت زیادتی است. نعمت زیادتی این دیدن پروردگار سبحانه و تعالی می باشد.